من پای سفره تو شدم محترم حسین. چند سالته؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، همچین که سر گذاشتی به خشت لب. ابی عبدالله که اومد بالا سرت بگو حسین جان، من شاید خیلی دروغ تو زندگیم گفتم، اما یه راست زندگی مینه. رقیت رو دوست داشتم، ابوالفضل تو دوست داشتم، علی اکبرت شدم حسین. جانم به همین یه دونه راست زندگی منو ببخش ابی عبدالله. حسین جان لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد.